دادگاه ولایت چلیابینسک روسیه یک شهروند 24 ساله تاجیکستان را با جرم تجاوز و کشتار یک سال پیش یک زن کارمند تالار مس شعبانی به 26 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادستانی ولایت چلیابینسک روز 27 سپتامبر سال 2022 در کانالش در تلگرام خبر داد که دادگاه این جوان تاجیک را به پرداخت 997,000 روبل جبران ضرر معنوی به نماینده طرف جبر دیده نیز موظف کرده است. این جوان تاجیک بر اساس بند بی قسم 2 ماده 131 بند بی قسم 2 ماده 132 بندهای د و ک قسم 2 ماده 105 بند وی قسم 2 ماده 158 و قسم 2 ماده 325 کودکس جنایتی روسیه در تجاوز به ناموس با بیرحمی مخصوص، حرکت‌های زورآورانه شهوانی با بیرحمی مخصوص، کشتار با بیرحمی مخصوص با مقصد پوشاندن جنایت دیگر و دزدی از جمله دزدی شناسنامه گناهکار دانست. دادگاه معین کرد که صبح 13 سپتامبر سال 2021 عیبدار شونده به منزل جبر دیده آمده او را تجاوز کرده و سپس با رای باقی کردن او را کشت. او از خانه جبر دیده پول و مال به مبلغ 17,000 روبل و همچنین شناسنامه جبر دیده را دزدیده است. خبر داده است دادستانی ولایت چلیابینسک. این حکم هنوز به اجرا ندرآمده است و محکوم شده میتواند از آن به دادگاه تجدید نظر شکایت برد. خود این جوان که یک سال باز در بازداشت قرار دارد برای شرح پروندهش دسترس نیست، ولی دادستانی گفت که او در رفت تفتیشات به گناه خود پورا اقرار کرده است. بامداد قبلا خبر داده بود که بنا به فرضیه تفتیشات صبح 13 سپتامبر سال 2021 عیبدار شونده در حالت مستی از روی اعلان خدمترسانی‌های اروتیکی با قصد قانع ساختن طلبات شهوانیش به یک منزل در کوچه چایکوفسکی شهر چلیابینسک آمده است. زن مازگر که به مردم مس اروتیکی پیشنهاد میکرد برای این جوان تاجیک مس ریلکساسیون را انجام داده است، ولی جوان چیز بیشتر از مس را طلب کرده به این زن پیشنهاد علاقه جنسی کرده است. زن این را رد کرده از مشتری خواسته است که خانه او را ترک کند، اما جوان به طریق زورآوری به ناموس زن مازگر با یک بیرحمی مخصوص تجاوز کرده. بعد این از ترس اینکه او میتواند به پلیس شکایت کند او را باقی کرده کشته است و تلفن و پاسپورت او را گرفته آن خانه را ترک کرده است. جوان تاجیک را بر اساس ثبت ویدیو کامراهایی که در هر کنج آن منزل گذاشته شده بود خیلی زود معین و دستگیر کردند.